یه لحظه تصور کن داری روزت رو معمولی میگذرونی. همه چیز عادیه و ناگهان یه فکر عجیب میپره وسط ذهنت. از اون فکرایی که بی ربط و ترسناک و حتی خجالت آورن. مثلا یه لیوان آب دستت گرفتی و یهو تو سرت یه فکری مثل این رد میشه که اگه الان بریزمش روی زمین چی؟ یا داری با یکی حرف میزنی و مغزت یه تصویر عجیب پرت میکنه وسط که هیچ ربطی به موقعیت نداره. این فکرها توی ذهن خیلی ها میان و میرن و خبر خوب اینه که این موضوع کاملا طبیعیه. مغز آدم گاهی بدون هیچ دلیل خاصی محتوا تولید میکنه، ولی خب مشکل از جایی شروع میشه که آدم از این فکرها میترسه و میره سراغ سرچ و با هر کلمه‌ای که میخونه به یک نتیجه ترسناک نزدیکتر میشه. مثل این که نکنه من وسواس دارم یا نکنه این موضوع جدیه. اینجا همون جاییه که ترس شروع میشه و ما توی این ویدیو میخوایم دقیق این موضوع رو روشن کنیم که فرق فکرهای مزاحم طبیعی و اختلال وسواس فکری عملی یا همون OCD دقیقاً چیه و چرا این دوتا رو نباید با هم اشتباه گرفت. این توضیحی که میشنوی برای آگاهیه، برای اینه که ذهن تو آرومتر بشه و بدونی چی به چیه، نه برای تشخیص قطعی. چون موارد زیادی توی این اختلال دخیله و باید توسط یه روانپزشک برای هر شخص جداگونه بررسی بشه. حالا برسیم به اصل موضوع. اول باید بدونی که فکر مزاحم بخش طبیعی زندگیه. یعنی مغز همین جوری و بی هدف فکر تولید میکنه. ممکنه یه فکر عجیب یا حتی ترسناک بیاد و بره، اما اتفاق خاصی نمیفته. مثل یه جرقه میاد و میره. اون شخص هم بهش گیر نمیده. میگه خب یه فکر چرت اومد و رفت. این جور فکرها با اینکه آزاردهندن ولی قدرت کنترل آدمو نمیگیرن. زندگی رو مختل نمیکنن. روز آدمو نابود نمیکنن. اما OCD قصهش کاملا متفاوته. توی OCD هم فکرهای ناخواسته ظاهر میشه، اما فرقش اینه که اون فکر تبدیل میشه به یک زنگ خطر. مغز فکر رو جدی میگیره، انگار یک اتفاق وحشتناک قراره بیفته. اینجاست که اضطراب میاد وسط. اضطراب شدیده، بدن واکنش نشون میده، نبض بالا میره، دلشوره میگیری و ذهنت میره سراغ این که حالا باید یه کاری بکنم که این تهدید تموم بشه. مثلا شستن دست، چک کردن گوشی، تکرار کردن جمله‌ای خاص مثل دعا، شمارش یا هر چیزی که حتی برای چند دقیقه اضطرابو کم کنه. مشکل اینجاست که همین کار به ظاهر بی خطر میشه دام، چون مغز یاد میگیره که اگر این رفتار رو انجام بدم اضطرابم کم میشه. پس دفعه بعد فکر که بیاد دوباره باید همین کار رو تکرار کنم و این آغاز یک چرخه بی پایانه. پس فرق اصلی اینه که در فکر مزاحم طبیعی فرد میگه عجب فکر مسخره‌ای بود و میره دنبال کارش، اما در OCD فرد با افکارش درگیر میشه، میترسه، اضطراب میگیره، برای کم کردن اضطراب یک کاری انجام میده و این کار تبدیل به عادت میشه و کم کم ذهن توی این چرخه گیر میکنه. فکر، اضطراب، رفتار، رهایی کوتاه و دوباره فکر. این چرخه میتونه ساعتها زمان آدمو بخوره و کم کم کیفیت زندگی رو به هم بریزه. این داستان چطور توی مغز رخ میده؟ بذار مرحله به مرحله برات بازش کنم. اول فکر ناخواسته میاد. هیچ کس انتخاب نمیکنه چه فکری بیاد توی ذهنش. بعد از این مغز اون فکر رو به اشتباه به عنوان خطر واقعی تفسیر میکنه. بعدش اضطراب وارد میشه. در نتیجه فرد برای کم کردن اضطراب یه سری رفتارها رو انجام میده و همین رفتار مغز رو شرطی میکنه. یعنی مغز پیام میده که اگه این کار رو انجام بدی از خطر نجات پیدا میکنی. در نتیجه چرخه هر روز قوی تر میشه و فرد احساس میکنه اسیر رفتارها شده. انگار که اگه اون کار رو انجام نده اتفاق بدی میفته، در حالی که واقعیت این نیست. حالا قبل از اینکه ادامه ماجرا رو بگم یه نکته مهم هست که وسط ویدیو میخوام ذهنت رو ببری سمتش. خیلی‌ها فکر میکنن OCD دارن ولی واقعا ندارن.
خیلی وقتا فقط استرس زیاد، خستگی، فشار ذهنی یا زندگی پر استرس باعث میشه افکار مزاحم بیشتر از حد معمول به چشم بیان. خیلیا با دیدن چند تا علامت کوچیک خودشون تشخیص میدن و تجویز میکنن، در حالی که موضوع خیلی کوچیکتر از اون چیزیه که فکر میکنن. اگه میخوای بفهمی قضیه جدیه یا نه، ادامه ویدیو رو با دقت گوش بده. برگردیم به اصل قضیه. چرا بعضی‌ها OCD میگیرن؟ راستش دلیل واحدی براش وجود نداره. ترکیبی از ژنتیک، حساسیت عصبی، تجربه‌های استرس‌زا و تروما، یادگیری از خانواده یا محیط، ویژگی‌های شخصیتی حساس و حتی ساختار مغزی در این ماجرا نقش داره. پس این نه تقصیر فرده، نه نشونه ضعف شخصیت و کمبود اراده. این اختلال به شکل پیچیده‌ای به چند لایه زیستی و روانی گره خورده. حالا برسیم به چیزی که شاید برای خیلی‌ها مهمترین بخش این ویدیو باشه. چی کار میشه کرد؟ چطور میشه بهتر شد؟ خبر خوب اینه که OCD قابل درمان و مدیریت پذیره. درمان‌های معتبر دنیا بیشتر روی یه روش خاص تاکید دارن. درمان شناختی رفتاری یا CBT، مخصوصاً مدل ERP، یعنی مواجهه و جلوگیری از پاسخ. خلاصش اینه که فرد کم کم در برابر فکر یا موقعیت وسواسی قرار میگیره، اما رفتار خنثی‌ساز رو انجام نمیده و مغز کم کم یاد میگیره که هیچ خطری در کار نیست. این روش یکی از مؤثرترین درمان هاست. راهکار بعدی فاصله گیری از فکره. یعنی به خودت یاد بدی که هر فکری که میاد تو ذهنت حقیقت نیست، پیشبینی نیست، لازم به اجرا هم نیست، فقط فکره، یه پالس عصبی، همین. بعد نوبت برچسب گذاریه. یعنی وقتی فکرها میان نگی که وای اگه این اتفاق بیفته چی، بلکه بگی این همون فکر وسواسیه. همین جمله ساده قدرت فکر رو نصف میکنه. رفتارهای خنثی‌ساز هم باید کم کم کاهش پیدا کنه، نه یه دفعه، یواش یواش. همین کاهش تدریجی چرخه رو میشکنه. در موارد شدیدتر دارو کمک میکنه سطح اضطراب پایین بیاد تا درمان راحت‌تر انجام بشه. و البته خود مراقبتی، مثل خواب خوب که دربارش ویدیو ساختیم، تغذیه مناسب و ورزش به طور غیر مستقیم شدت نشانه ها رو کمتر میکنه. حالا که تا اینجا اومدی، وقتشه یه تصویر نهایی و شفاف از تفاوت این دو موضوع داشته باشی. فکرهای مزاحم طبیعی میان و میرن، شدتشون کمه، کنترلت رو ازت نمیگیرن. آدم رفتار اجباری انجام نمیده و زندگیش مختل نمیشه. اما در OCD فکرها شدید، تکراری، مزاحم و ماندگارن، اضطراب شدید ایجاد میکنن. فرد برای کم کردن اضطراب رفتارهای تکراری انجام میده و همین رفتارها زندگی رو پیچیده میکنن. این تفاوت مثل تفاوت موج کوچیک با طوفانه. ظاهرش شاید شبیه باشه، ولی اثرش زمین تا آسمون فرق میکنه. ممنونم اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی. معلوم این موضوع برات مهمه. شاید خودت یا یکی از اطرافیانت این تجربه رو داشته. باید بدونی که تنها نیستی و این مسئله قابل مدیریت و درمانه. آگاهی همیشه از ترس توی ذهنت قوی تره. اگه دوست داری درباره ذهن، اضطراب، افکار مزاحم و روش‌های مدیریتش بیشتر یاد بگیری، کانال رو دنبال کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. لطفاً سابسکرایب کن تا همیشه اولین کسی باشی که ویدیوها رو میبینه.